تورنای کانادایی یا خاص شمال آمریکا قوس‌های سفید و بیش از 400 نوع پرنده‌های دیگر برای زمستان گذرانی به ممنوعگاه باسک دل آپاچه نیو مکزیکو واقع در کنار دریای ریو گرانده آمدند. آنها از آلاسکا و شمال کانادا به اینجا مهاجرت کردند. دنیس ویسنت 35 سال در این ممنوعگاه کار کرده است. بازنشسته است و به این مکان که زمان جای گشت و گذارش بود آمد. می‌خواهد پرنده‌هایی را ببیند که گرم شوی سیاره سمت مهاجرتشان را تغییر داده است. به جای آنکه پرندگان در وقت معین شده به اینجا پرواز کنند، آنها هرچی دیرتر و دیرتر می آیند. من فکر می کنم که گرم شوی سیاره تأثیر زیاد می رساند. پرواز دیری پرنده ها سبب شده که جشنواره سالانه تورنه ها در باسک دل آپاچه تقریباً یک ماه به تأخیر افتاد. کریستینا اورتگا 30 سال است که به تماشای جشنواره تورنه ها می آید. به گفته او با توجه به تغییر روند مهاجرت برنامه‌های چاره‌بینی هم تغییر خواهد کرد. با درک آن که خشکسالی آمده است نباید انتظار شد که پرندگان وحشی در زمان معین و مکان معین خواهند شد. ولی به هر حال شما می توانید بیایید اینجا، حالا حتی منظره ها جذاب است. طبیعت شناس جینا دلاروسو میگوید بالاروی حرارت باعث کاهش سطح آب در ریو گرانده شده مکان سکونت پرندگان را در باسک دل آپاچه تنگ کرده است. طبیعت شناس تلاش مردم محلی را یک راه موثر کم کردن تأثیر تغییر اقلیم به محیط می‌داند. اگر ما انتظار شویم که شرکت‌ها یگان کاری درست بکنند، من فکر می‌کنم که ما می‌بازیم. در تجربه کاری خود شاهدی چندین چنین تشبس‌های حکومتی شدم. چیزی که تمام سالهای کاری من به تغییر ماند، این شرکت در حیات جامعه، جلب ساکنان محلی و شوق مردم به حفظ محیط و بهتر کردن آن است. دلاروسو میگوید محبت و شوق مردم محلی را در گروه دوستان باسک دل آپاچه جمع آورده است و هر سال آنها جشنواره تورنه ها را برای دوستداران پرنده ها و عکاسان تشکیل می کنند.